میشه واقعاً یه خانومو به ارگاسم پاششی رسوند؟ احتمالاً توی ویدیوهای مثبت 18 زیادی دیدی که زن موقع ارگاسم از واژنش آب فوران میکنه. اونجا با خودت گفتی چقدر جالب، چطور منم یه بار روی پارتنرم امتحانش کنم، شایدم واقعاً جواب میده. ولی سوالی که اینجا پیش میاد اینه که آیا همه زنها میتونن این نوع ارگاسم رو تجربه کنن؟ و اگه آره، دقیقاً چه مراحلی لازمه؟ تو این ویدیو تمام مراحلی که برای رسوندن یه خانوم به مرحله پاشش آب باید بلد باشی رو توی چک لیست 6 مرحله‌ای بهت میگم تا بدونی چطور بدون آزمون و خطا شریک جنسیت رو به مرحله اسکورت یا ارگاسم پاششی برسونی. قبل از هر چیز باید بدونیم سکورتینگ ارگاسم یا همون ارگاسم پاششی چیه و اصلاً چطوری اتفاق میفته. جوابش ساده است. انزال پاششی در یک زن زمانی اتفاق میفته که در طول برانگیختگی جنسی یا ارگاسمش از طریق تحریک نقطه جی با دست، آلت تناسلی یا اسباب بازی‌های جنسی، مایعی بیرنگ و بیبو که شفاف هم هست از واژنش خارج میکنه. البته چیزی که خارج میشه ادرار نیست و اصلا بوی ادرار نمیده. منشأ خروج این مایع از یک غده‌ای به اسم غده اسکین هست که معادل غده پروستات توی بدن مرداست. پس اگه خواستی بفهمی یه زن واقعاً به ارگاسم پاششی رسیده، کافیه که ببینی مایع خارج شده از واژنش بوی ادرار میده یا نه. حالا که فهمیدیم ارگاسم پاششی چیه، آیا میتونیم بگیم که همه زنها پتانسیل تجربه این نوع ارگاسم رو دارن؟ برای جواب این سوال میریم سراغ بررسی‌های موجود در سال 2013 که نشون میده 10 تا 54% از زنان قادرن نوع انزال زنانه یا همون اسکورتینگ رو تجربه کنن. طبق این آمار یعنی در بهترین حالت از هر 10 زن 5 نفر این توانایی رو دارن. اینکه پارتنرت جزو اون 5 نفر باشه یا نه فقط به بدن شریک جنسیت و البته دانش و مهارت خودت بستگی داره. در واقع بعضی از زنها بدنشون آمادگی لازم رو داره و بعضیا نه. چیزی که خیلی مهمتره اینه که مرد بلد باشه چطور شرایط رو برای این تجربه آماده کنه. از طرفی رسوندن یه زن به مرحله پاشش آب نه اونقدر آسونه که توی فیلم‌های پر نشونش میدن، نه اونقدر غیر ممکنه که خیلی‌ها تصور میکنن. ولی اگه طبق این 6 مرحله پیش بری، شک نکن که پارتنرت به ارگاسم پاششی میرسه. مرحله اول، فراهم کردن شرایط ایدئال. هدف اصلی ما رسیدن زن به مرحله پاشش آبه. پس توی اولین قدم باید فضا و شرایط مناسبی رو براش فراهم کنیم. شرایط مناسب یعنی چیزای ساده مثل نور ملایم، موزیک آروم و معطر بودن فضا با رایحه‌ای که زن دوست داره. از مرحله اول همیشه اینو یادت باشه. زنها وقتی حس امنیت و آرامش داشته باشن، بدنشون خیلی راحت‌تر واکنش نشون میده. مثلا مهمترین چیزی که باعث میشه زن موقع اسکورت احساس راحتی بیشتری داشته باشه، اینه که قبل رابطه بره دستشویی و کاملا مثانش خالی باشه. اگه این کارو انجام نده، همش استرس اینو داره که الان ممکنه ادرار کنه یا موقع ارگاسم ادرارش روی مردش بپاشه. البته هر زنی موقع ارگاسم پاششی ممکنه احساس ادرار کردن بهش دست بده. پس حتما از قبل باهاش حرف بزن و بگو طبیعیه اگه این حس براش پیش اومد. و حتی اگه ناخواسته ادرارم کرد اصلاً مهم نیست و هر دو از قبل براش آماده اید. از جایی که خانم‌ها خیلی روی تمیزی حساسن، بهتر زن یه حوله تمیز زیر خودش بذاره. اینطوری دیگه نگران کثیف شدن تخت نیست و راحت‌تر میتونه روی بدنش و لذتی که قراره داشته باشه تمرکز کنه. رعایت همه این نکات باعث میشه شرایط ایدئال رو واسش فراهم کنی. ولی اینکه پارتنرت چقدر احتمال داره به لحظه پاشش آب برسه رو مرحله دوم یعنی برانگیختگی جنسی تعیین میکنه. مرحله دوم، برانگیختگی ذهنی و فیزیکی. خیلی مهمه که از نظر ذهنی روی شریک جنسیت هیچ فشار روانی ایجاد نکنی. چون به محض اینکه بهش القا کنی امشب توی رابطه باید به ارگاسم پاششی برسه، بلافاصله ذهن و بدنش نسبت به این موضوع گارد میگیره و حتی اگه مراحل بعدی رو هم درست انجام بدی عملاً به هیچ دردی نمیخوره. پس توی این مرحله حتی نباید بهش بگی که قراره این کارو انجام بدی. به جاش با یه پیشنوازی آروم تحریکاتت رو شروع کن. از لمس کردن بدنش و بوسه زدنهای طولانی مخصوصاً روی گردن، گوشها، سینه‌ها و قسمت داخلی رانها که حساسیت زیادی دارن غافل نشو.
این کار باعث میشه هم ذهنش درگیر لذت بشه و هم بدنش به تحریکاتت واکنش نشون بده. حالا دیگه وقتش کم کم توجهت رو بذاری روی نواحی خصوصی تر. اول با دستت لمس و تحریک ملایم واژن رو شروع کن تا بدنش فرصت داشته باشه واکنش نشون بده. بعدش میتونی با اضافه کردن تحریکات کلیتوریس پارتنرت رو به اوج آمادگی لازم برسونیش. این یعنی بدون اینکه حتی بفهمه داری برای یه تجربه جدید آمادش میکنی، ناخودآگاه خودش وارد فاز بعدی میشه. مرحله سوم، پیدا کردن نقطه جی. برای شروع 2 تا از انگشتات رو آروم وارد واژن کن. ترجیحاً 2 انگشت وسط، چون کنترل و اهرم بهتری داری. اینجا در واقع باید انگشتای میانی و حلقت باز و انگشتای اشاره و کوچیکت بسته باشه. اگه برات سخت بود، میتونی از انگشت اشاره و میانی هم استفاده کنی. تا اینجای کار نصف مسیر رو طی کردی و الان باید نقطه جی رو پیدا کنی. مکان دقیق نقطه جی حدود 1.5 بند انگشت داخل و روی دیواره بالایی واژن قرار داره. بافت این ناحیه نسبت به بقیه قسمت‌های واژن نرم و اسفنجی تره و وقتی با انگشت روش فشار اعمال کنی، واکنشی مثل صدای ناله‌های لذت زن رو میشنوی. حالا با حرکتی شبیه به گفتن بیا جلو، انگشتای دستت رو آروم با ریتمی ثابت روی نقطه جی حرکت بده. فشار و حرکت دستت مداوم و مستمر باشه. تو این حین اگه بدنش منقبض شد یا واکنش نشون داد، ریتم تحریکات رو آروم آروم بیشتر کن. اینطوری شانس موفقیت بالاتر میره و حتی بدون اینکه متوجه بشه آماده مرحله بعدی میشه. مرحله 4، افزایش تدریجی تحریک. حالا که نقطه جی رو پیدا کردی، وقتش کم کم شدت رو بالاتر ببری. یادت باشه کلید رسیدن زن به ارگاسم پاششی دقیقاً همینجاست. پس اول خیلی آروم با ریتم ملایم شروع کن. وقتی دیدی بدنش به تحریکاتت واکنش نشون میده، مثلا تغییراتی در صدا یا نفسهاش، خم شدن کمر، سفت شدن پاها و عضلات لگن دیدی، بدون که اینها نشونه‌های خوبی هن. ولی این فقط یه بخش ماجراست. تحریکی که ایجاد می‌کنی باید همزمان با حرکت رفت و برگشتی و بالا و پایین کردن دستت همراه باشه. حین تحریک اگه واضحه که داره لذت میبره، یعنی جای درستی داره تحریک میشه. اون موقع باید کم کم فشار انگشتاتو بیشتر و سرعت حرکت دستت هم بالاتر ببری. اما اگه نشونه‌ای از لذت تو بدنش ندیدی، باید فشار و سرعت حرکت دستتو تنظیم کنی و یا مکان انگشتاتو تغییر بدی. غیر از این باشه، زن نمیتونه به مرحله ارگاسم پاششی برسه. مرحله 5، تکنیک نهایی با فشار 2 طرفه. استفاده همزمان از 2 دست توی این تکنیک لازمه. دلیلش هم اینه که استفاده از یه دست صرفاً برای تحریک نقطه جی نمیتونه فشار و تحریک مورد نیاز رو کامل انتقال بده. پس باید از دست دیگه به عنوان تقویت کننده تحریک در خلاف جهت نیروی دست پایین استفاده کنیم. برای انجامش کافیه کف دست چپت رو بالای ناحیه تناسلی زن بذاری. دقیقاً قسمتی که موهای شرمگاهی رشد میکنه. اینطوری با یه دست فشاری از بیرون به سمت پایین وارد میکنی، در حالی که دست دیگه که داخل واژنه به سمت بالا فشار رو وارد میکنه. این فشار 2 طرفه باعث میشه نقطه جی بین نیروی 2 دست گیر کنه و شدت تحریک چندین برابر بشه. شک نکن این تکنیک اگه درست انجام بشه، خیلی از زنها رو در عرض کمتر از 30 تا 45 ثانیه به ارگاسم پاششی میرسونه. حالا سوال اینجاست که زن قراره مثل فیلم‌های پورن از واژنش آب فوران کنه؟ نه، خبری از اون انفجار و پاشیدن شدید نیست و همه چیز خیلی ظریف‌تر اتفاق میفته. اصلاً ممکنه فقط در حد چند قطره باشه، ولی چیزی که مهمه رسوندن زن به اون حس نادر و فوق لذت بخشیه که قراره تجربهش کنه. تازه حتی اگه دقت کنی، حین انجام تحریکات خودت هم میتونی خروج مایع رو کامل زیر دستت حس کنی. این یعنی موفق شدی کارتو خوب انجام بدی. خلاصه که یادت نره، اول تحریک تدریجی و بعد فشار 2 طرفه. این ترکیب کمک میکنه زن به راحتی از مرز لذت عبور کنه و اونو به مرحله پاشش آب برسونه. انجام دادن 5 مرحله قبلی که بهت گفتم قطعاً پارتنرت رو به ارگاسم پاششی میرسونه و کاری میکنه دفعات بعدی خودش این نوع رابطه رو ازت بخواد. ولی اگه مرحله آخری که الان بهت میگم و انجام ندی، فقط کل انرژیت رو هدر دادی و خاطره لذت بخشی که باهاش ساختی توی ذهنش ناقص میمونه. مرحله 6، مراقبت بعد از تجربه.
زن لحظاتی بعد از تجربه اولین انزال زندگیش هنوز اتفاقی که افتاده رو درک نمی‌کنه و مغزش اون لحظه در حال پردازش کردنه. حتی ممکنه همین حین واکنش‌های هیجانی از خودش نشون بده، مثلا گریه کنه یا ناخواسته احساس پشیمونی بهش دست بده. برای همینم هست که هرگز نباید بعد از چنین اورگاسمی همینطوری پارتنرت رو رهاش کنی. اتفاقا اینجا به عنوان یه مرد 3 تا وظیفه مهم داری. اول کنارش باشی و در آغوش بگیریش. دوم آروم و ملایم با دستت بدنش رو لمس و نوازش کنی. و سوم باهاش از اتفاقات بی‌نظیری که رقم زدین حرف بزنی و کمکش کنی تجربهش رو با حس مثبت توی خاطراتش ثبت کنه. از اینجا به بعد زن بدنش هنوز تو اوج گرمای رابطه است و دیگه میتونید مثل همیشه به رابطه معمولی خودتون ادامه بدین. یادت باشه انزال زنانه و مهارت رسوندن زن به ارگاسم پاششی دقیقاً مثل یه ابزار اضافی توی جعبه ابزار جنسیتون حساب میشه. این یعنی قرار نیست هر بار سراغش بری، ولی برای تنوع دادن به رابطه و نشون دادن عشق بیشتر به پارتنرت کافیه اراده کنی و انجامش بدی. درسته که رسوندن یه زن به ارگاسم پاششی چیزی نیست که هر کسی بلدش باشه، ولی مهارت‌هایی که یه مرد باید توی رابطه بدونه فقط به همین یکی ختم نمیشه. مثلا یکی دیگه از چیزایی که خیلی‌ها باهاش مشکل دارن نداشتن مهارت لازم برای طولانی‌تر کردن تایم رابطه است. این مشکل به قدری توی مردها زیاده که خیلی‌ها حتی قبل اینکه پارتنرشون به ارگاسم برسه به خاطر زودانزالی شدید رابطه رو نصف نیمه تموم می‌کنن و تداوم این موضوع به مرور باعث میشه زن‌ها نسبت به رابطه سرد بشن. برای همین اگه می‌خوای 5 تا تکنیک ساده و کاربردی واسه کنترل زودانزالی یاد بگیری و تایم رابطت رو بیشتر کنی، این ویدیو رو از دست نده.